اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم که تو سرور لونا پرکتیس بازی کنیم و آره بزن بریم سراغ ویدیو. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت و سابیتون نره، بزن بریم. و بچه من آره امروز مدرسم تموم شد کلا تا چیز ببینیم تا دیگه اولای مهر اینا تموم شد تقریبا فکر کنم. بله پیام های عزیز ایرانسل گند دادم و آره و امروز من خیلی ناراحتم چون دیگه معلم رو نمیبینم. اینقدر اصفاله که گریز داره اینجا داره این کار میکنیم. بعد اینجا یه دونه از این مشته میریم به ال جی اولین ویدیو من که توش فیلم گرفتم. اوکی بچه من برم تلفن جواب بدم. اوکی بچه برگشت و بچه شاید بپرسن که چرا داری توی گوشی بازی میکنی و مثلا اینا چیه کلا. خب من توی کجا بلانچر دارم بازی میکنم چون بچه من اصلا توی لپتاپ یه ویدیو گرفتم تو چنلم. اولین ویدیو بودش که اولین ویدیو رو گذاشتم که اونجا اصلا من نمیتونم. خب اصلا نشد من ویدیومو بگیرم، اصلا تونستم ولی هم خودم چیز بودم و هم بچه انقدر توش لگ بودم بچه کلا بازی فریز بود. مثلا 1 رو 20 دقیقه ویدیو بودش. بعد میدیدی همین جوری خب صدای قشنگ بازی فایروال فای همون استارتینگش داره میاد ولی همونجا توی لابی پرکتیس موندم. خب یعنی انقدر لگ بودم. خب و آره به خاطر همین دیگه دارم با گوشی فعلا میگیرم تا آره دیگه کارش بکنم. لطفا مسخره نکنید چون لپتاپم خوب نیست یادی دیگه. حالا اگر اوکی من میرم بتفایت یه چیزی. اوکی خدا رو شکست اومد ولی بچه دعا کنید نبازم میخوام کانتنت در بیارم. بچه فقط لایک کنین سابم بکن دیگه. یه کامنت هم بذاری که دیگه عشق منی کلن دیگه. کامنت های خوب بذاری ها نه که بازی چرا انقدر بده که کامنت های خوب بذار. من روحیه بکنم روحیه بچه وایسا. اوکی فکرم باش چه بازی کنم. اوکی AFK بنده خدا بس من این ویر را ازش میبزید. نازی با کلاش اشغال. آره من هم اسکیپ بدونم به وات. بله موسیقی عزیز من عشقم نفسم یار جونی. نمیدونم فقط کپی رایت نخورم البته ساخته خودم هستش. عشق جونی تو عشق منی تو عشق بچه اصلا ربطی به هیچی نداره. اگه بگه یه ذره لگم هسته میتونستم 60-70 ولی دیگه کارش نمیشه که پسره که داری این ویدیو رو دوباره همون یارو هست. بابا این باد لونا رو کرکه که تمام بلاک ها سیاه میشه برای من. یعنی چه بله دوستان دارم فوش میدم تمام بچه خیلی واقعا دارم جلومو میگیرم که فویوش ندم. ببین کسافت دیگه همین در حد فوش میدونه. بابا این بلاک سیاه من نمیبینم اصلا کدوم به کدوم گوریه. خود طرف من سیاهه یعنی چی؟ سعی کردم با هر کلایت دیگه یعنی ولی نشده. و بچه هم چرا با سیم میرون سیم بهترین کلایت تقریبا. شاید بهتون باید بگم که آره سیم من توی پوچا بلانچر خرابه. کیبوردم بابا نها کنی باشه. مثلا دستم رو کیبورد نیست. نها کنی مثلا دستم رو کیبورد نیست. مثلا باش نمیده. بله و آره بخاطر همین آره و آره من واقعا هم باک خورده بود
و بچه هم چی داشتم میگفتم خدایی ولش و آره داشتم میگفتم البته خودم نمیدونم داشتم چی میکنم بچه رو دارم میدونم داشتم میگفتم خدایا داشتم میگفتم که در مورد سی من همیشه از سی استفاده میکنم برای اینکه میخوام مثلا با موبایل اینو بازی کنم ولی بیشتر از لپتاپ استفاده میکنم ولی برای و به خاطر همین الان شاید بپرسیم چرا الان با سی مثلا نیستی پس با سی من باز شده و کلا باز نمیشه یو کامبو یو یه دونه از این کارهای مشتی میکنیم بعد اینجوری بلاک میکنه ولی الان بله من خیلی سعی میکنم آروم و چیل بازی کنم ولی نمیتونم من فشاری میشم الان دقیقا من چه اونجا فوربال زدن اینقدر خرم من خدای اینجا به یه دونه از این مشتی ها میکشید اینجا ما از اون دارم بهتره در مورد شرط نزنیم اصلا اتفاقی بمون بچه شما دیدین اصلا اتفاقی افتاد واقعا افتاد و چرا من ندیدم بزنید من پس کورم مثل اینکه به کجا رفتم مور اوکی بس مثل اینکه کورم همچین هم نیستم ولی یه جورایی هستم اینجوری میکشیم از اینا دوباره میکشیم به یه دونه از این کار آها مثلا لازم نبودی رو بزنم الان اینو بدم میزنم منم وید نمیدونم ویده ولی حالا ما اینجوری بگید داداش وای نه چی شد بله هیچ اتفاقی نیفتاد هستم وات حاجی باگ خورده بچه ها چرا من الان دارم فلای میزنم بچه نگاه کنیم به خدا کلاینتم لونا رو نگاه کنیم به خدا لونا رو کلاینتم نمیدونم باگ خدایی وات حاجی من با ادمین شدم این رنگ گرفتم بذار ببینم اینجا میتونم فله بذارم نه اینجا دیگه نمیتونم باکس میزنه که برطرف ولی فکر کنم هاش یه نفر بهم رنگ دیف کرد خدایی من بقدرم این باگ ریپورتی که دادم یعنی بقدرم باگ ریپورت ماینکرافت خدایی اینجا رنگ میدم پس من میدم از این باید باگ ریپورت میدم باگ ریپورت چیه باگ من زر میزنم بابا کسافت آشغال افسی ببین کسافت خب بله بچه ها اصلا در موردش لازم حرف بزنیم همون دو مچی همون من فرمافر تقریبا بردم همون بستم بسه مچی که بردم بسه نمیدونم دوباره نه فله هم دیگه بسته شد بسه نه وایسا نمیدونم بچه ها نه اصلا نمیشه دوم پر بشید بسه برم بازی دیگه نیم devirits نه all purple white بچه میدونستیم من همیشه تو لونا یا تیرکس که دارم پلی کنم میام مثلا چیز بکنم میام مثلا فارمال فای دارم مثلا کسی کویکش نیست خب مثلا همون لحظه دارم می‌نویسم آل فارمال فای دقیقا یکی بیاد خب باشه یارو چیتره آتوه معلومه آخ شال منو زدش بی تربیت برو کارچه کسافت نمیخوام تو را نمیخوام با تو بازی کنم برم فارمول فهمیده پس برچی که حاجی به خدا چیزه ببین کسافت بابا حاجی یارو چیتر سگه
نسر کات مثل من اسکرین بابا چرا فکر بزنم اینجا بزنم حالا فرار کن فرار بچه فرار کسافت ای ممنونم عزیزم اوکی من اینجا کمپ می‌نماییم وای نه منو می‌بینه وای وای رکب خوردی بدبخت بلاکی که گذاشتم اونجا منو کشت خشال لیول چرا این من نوشتم الفا بچه میبینی چرا من خوب فارول فایت سریع آره بلش کن بچه نمیفهم خودم چی میگم پس بلش کن بسته بلش آزاده بگو برخیز و برخازه برخیز بلش آزاده بگو بابا بچه برام با دعا کنیم که یه یوتیوبر خوب بشم یه یوتیوبری که همه دوستم داشته باشن و اینجور چیزا چون واقعا من خیلی کوچیک‌ترم بودم دوست داشتم مثلا یه یوتیوبر بشم من خیلی چنل زدم مثلا تو یوتیوب با گوشی قبلی ولی هیچ وقت نتونستم از مایکرافت بدراک ازش میذاشتم ولی هیچ وقت نتونستم یه یوتیوبر خوب بشم که همه منو دوست داشته باشم تنها افتخاری که فقط دارم اینه که یه بار خود تو یکی از چنل‌های یوتیوبم توی گوشی قبلی اون تبلت قدیمی تنها یک بار یه نفر اومد خدا نمیدونم چجوری شد یه ویدیو گذاشتم بعد 500 تا ویو خورد یعنی باورم نمیشد تنها افتخارم همینه الان من توی همین چنل یوتیوب هم ببینم 3-4 تا هم نه 3 تا هم نه فکرم 2 تا کلا ساب دارم و خیلی ناراحتم بچه دعا کنید بتونم یه یوتیوبر خوب و خیلی معروف بشم لطفا چون بچه واقعا خیلی دوست دارم یه یوتیوبر باشم که همه دوستم داشته باشم اینجور چیزا و آره دعا کنید بچه همه دوست دارم یه یوتیوبر خوب باشن که همه دوستش باشن من خیلی بیشتر دوست دارم این اگر تلفن کرده باشه میکشم نمیر بدبخت این نمیدیم چون هم کیبورد من فارسی است هم نمیشه باید بچه برام دعا بکنی اوکی دعا بکنی دعا بکنی تو یا خدا تو ای گن زدم میس کلیر بچه دعا کنی نمیتونم کانسپت خوبی براتون در بیارم امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه انشالله امیدوارم که فقط خوشتون بیاد از این کار مسخره که میکنم فقط امیدوارم خوشتون بیاد اینجوری اگه رازم بابا موسم قطع شد کلاس دیلی داشت اصلا نچرخید دیگر نه حالا یکی از اون کارا دیگه دوباره میکنه اسکین سابستریک داریم و معلوم نیست سابستریک ساده داشت اما در سامپورو هم داداش وای نه دوباره بلاکانم بلاکا تو رو قرآن بلاکا دوباره باگ نه باشه باورتون نرکن من خودم بلاک مکنم بابا یعنی اینقدر که صورت همالم بالاست ریجی میره ما مین چیه میره بابا چی میگم میره ما به یکی دیگه هم میگونم قبلی است نه تو قبلی که نگونم باشه ولی حالا اشکالی نداره داداش ولی اشکالی نداره داداش و بچه شاید از اون بوده چرا اسکین من اینجوری هستن خودم هم نمیدونم
من چرا تو لیونا اینجور شده، نمیدونم اسکی ست کردن اینجور شده یا نه، خودم هم نمیدونم. یک فاربال نه من فاربال هم نمیدونم اشکالی نداره عزیزم، نهارم نکردم. آخه کوچولو میخوای فاربال اسمم بدی که زمان این اسکول فاربال اسمم بده. این ویدیو رو میبینی دیگه ببخشید دیگه بهت فایوش میدم. میبینیم بچه ها کلن یه لحظه دیر میچرخه موزم. ما کنیم موزم موز اصلا کلیک نکرد یعنی چه بابا دادش. خیلی دیگه بچه ها دارم پرو میشم دیگه. سر ویدیو ترای هاردم تقریبا. نفهم چرا ترای هارد آوره حالا هم چیز رو بله خیلی مشتی. بچه من یکی از تران بهترین نمیشه گفت ولی بریجم خیلی خوبه. من وقتی که گاد بریج رو یاد گرفتم اسپید بریج رو بلد نبودم. البته گاد بریج از اینا نه که اینجوری میری بالا اینجوری نه. خب گاد بریج واقعی اون موقع من اصلا اسپید بریج رو بلد نبودم. بعد گاد بریج از اسپید بریج رو یاد گرفتم. این خیلی عجیبه. البته خیلی هم کوچیک‌تر بودم. ماینکرافت جاوا رو فهمیدم و بازی میکنم. و اینا من بیشتر ماینکرافت بدراک بازی میکنم تا جاوا. بچه یه ویدیو هم میخوام بسازم بعداً حالا انشالله اگر وقت بشه گند زدم. بله گند زدم که در مورد این که مثلا من چیکار میکنم چند سالمه اسمم چه اسمم فکر از رو اکانت هم بتونیم ولی آره چیا دارم چیا ندارم چه خبره چی خبری نیست دارش اسکولی؟ باید واقعا اسکول طرف به به یه دونه از اینا بکشیم بعد اینجوری بای بای. یه کنیم آتا جیدی داره آتا جیدی و بچه ها یه پک درست کرده دوستم برام تمام چیز چند روز هستش درست کرده که دوستم برام درستش کرده و خیلی هم قشنگه. حالا بعدا یه پک ریلیز هم میکنم عشقل یو. حالا بچه من از این کار زیادی کردم بهتون بدم. اوکی مجبورم سیوی جام کنم. هر ببیر بی تربیت بابا ببیر دیگه بی تربیت همینجا فایر گن زدم جی جی حاجی دوباره بی تربیت واسه نچه بابا پاک اوکی برش کن بعدا با ریپورت میدم توی سرورش کن. ولی خواهی واقعا چقدر باگ چیزیه مردم حواسش نباشن این من فکر مردم چیزه. ولی بچه بهترم گفتم دیگه ببینید
لورون کلید نه عکس نیستش. اینجا هم نوشته از اینا هم میتونیم بفرم بقیدا آل فایربال فایت. ساعت چنده؟ نه ساعت 1 ساعت دیگه داره زود بکنه. نه کپی رایت بخورم. نه نه بچه من موقع ندارم کپی رایت چیه. ولی تنها چیزی که در میدونم ازش اینه که مثلا یه آهنگ یه چیزی رو از اون یه چیز یارو حاجی یارو فشاری شد انقدر حاجی ریج کویت کرد. تنها چیزی که میدونم مثلا یه آهنگ یه چیزی رو برداری از یه ویدیو دیگه ببری روی ویدیو خودت. اینه یه فشاری براش بنویسیم. فشاری نمیدونم من چطور آمادم بنویسم فایربال فای مثلا چیز شد پنیر شد پنیر. اگه بچه من پنیر نیستم بهتون بگم. زود زدم و من دیرکشن اشتباه. و بچه نگاه کنید چقدر اومده تو صفم. اصلا صفم رو درست حسابی نمیتوانم ببینم. بخاطر همین اصلا دیگه درست اصلا بابا یعنی چه؟ بی تربیت خیلی خوشگلی ها. نباید اینجا نمونم ولی بالاخره در بیده بچه فکر کنم یه نوبه همش فارمست فهمیده یه چیتر که بخواد فلای بذاره و بود باشه. دیدی؟ بابا الان میگه یارو چیتره بابا. مثلا من ندیدمش. هیرو براینو چرا اینجوری نوشتی؟ بابا دوباره باگ یعنی چه برادر؟ اون مستر کته دوباره. بحث سلام این دفعه میتونی منو ببری یا نه؟ من دیگه ترال هاردم و برای یارو خورم شاید بگاه دیگه خورده نم قبل از همون ترپ های خوشگلم بودم. وای حاجی چرا بابا از روش پرید کنم احساس کنم حاجی آنتی کیبیه این یارو به خدا نکن. اگر آنتی کیبی باشه اصلا فارمال بوست نمی کنه. اصلا همونجا سر جای فایت نیستی راکبک میدی دیگه فارمال. ولی یارو همونجا وایستاده افتاد یو بابا یه اوکی خیلی چیکار باشه برای ریپورت دستان ببرد. بس من از این بابت فارمال اسپر دادم. اوکی حاجی 4 تا فارمال اسپر بشتاکم 3 تا تو بک داد. چی داره به قرآن یارو چی داره قرآن هم ولی که قسم کنم بوه داره. آها ال بشوز بدبخت بسوز بدبخت. منم که اینجا رو نمیبینم همینجوری چیز نمیذارم ولی یه بار خودم بارم وای دک کنم بکن وای بکن بادر قبول شد بره اینجا برم چجوری این نفر میخوایی منو بکشی یا بزنم شتکتو بکنم هشتکتو بزنم نکنین آتو کلیکر سگ بچه اینجوری هم میبینی یا مثلا اینجوری دیگه شما میتونید دقیقا چیز کنید. من دابل کلیک یا شردرنگ میکنم امروز یا میدیم صافی آتا میزنم. من اینجا اسکیمش میکنم خدا کنه بیافته بمیره حتی در واقعیت. بابا یارو چیتره معلومه. بذار از مچ برم بیرون یه ریپورتی بدم تو کتاب آسمانی بریم زنه آتو بزنم. ببین پس اگر موقع آتو بزنی منم با آتو بلدم بزنم آده داشت حتی با گوشی میدرستی؟ فکرم کلی ویرسی گرفتم رو با یه باخت تمومش بریم. بزنم های اسپید نستریک 8
آره حتما هم میکنم. اول ریپورت میدیم. خب مستر چند تا آندرلاین؟ 1 2 6 تا. 1 2 3 4 5 6 کت با کت کوچک. اوکی خب بچه ها دیگه رسیدیم به آخر ویدیو. خب بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. عشق منیم. لایک و کامنت و سابیتون نره. پیس اوت.